اینجا بینای اتفاق نویسندگان است. در این بنا صدها عالمان و نویسندگان برجسته فعالیت کردند و رفتند. از قبیل میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، مومن قناعت و دیگرها. امروز ما با اینجا آمدیم تا از خاطرات شخصی حرف بزنیم که هر صبح خود را با ایجادیات پرغناوت او شروع میکنیم. بزرگترین شرفی که مثلا ایشان نایل شدن، من که مؤلف سرود ملی ام. این بسیار شرف بزرگ است و با کم کسی هم از ادیبان روزگار دست می‌دهد که تا این حد، یعنی که باید مؤلفی سرود ملی داشته باشند. این هم با نوع خود یک کارنامه بی‌نظیر است. و گذشته از این شخصیتشان بسیار شخصیت روشن است. انسانی هستند که برای پیشبرد ادبیات، برای پیشرفت ادبیات سهم بارز دارند. شاعری امروز پیشرفتی ادبیات ما است. گلنظر در شعر فقط البته خواننده بیشتر اون همچون مؤلفی متن سرود ملی میشناسد، لیکن در اصل بگیریم نظر یک شاعر بسیار توانا است. استاد روانشاد شاعر بسیار توانا و معروف ما استاد گلنظر از زمره همان استادانی بودند که واقعا در همه سمت‌ها و شاخه‌ها و نوع‌ها و ژانرهای شعر و حتی نثر معاصر تاجیک میراث بسیار پرارزش به یادگار گذاشتند. اگر ما به دیده تحقیق با آثارشان توجه میکنیم، در میابیم که استاد هم در نوع‌های سنتی شعر و هم در نوع‌های معاصر، یعنی در شعر نو و هم در حکایه نگاری، هم در نمایشنامه نویسی و هم در دیگر شاخه‌های ادبیات بسیار نوآوری‌های جالب دارند، نوآوری‌های که واقعاً قابل ملاحظه هستند. و استاد گلنظر رو میتوان از آن شاعران به شمار آورد که شخصیتشان با ایجادیات غنامندشان بسیار توأم است و سازگاری کامل دارد. ناگفته نماند که استاد گلنظر کلدی از آن شاعرانی بودند که ادبیات جهان را بسیار خوب میدانستند، تحلیل میکردند و ترجمه های زیاد هم داشتند. اینجا اتاق کاری استاد گلنظر کلدی می باشد. این اتاق تا هنوز هم بوی شعر گلنظر می کند. این میز و کرسی، این کتاب و روزنامه و ماهنامه برام باورند که این لحظه یا لحظه دیگر آن شاعری پرکار و توانا باز هم از این در وارد می شود. یک خصلتی عجیبی دیگرشان به یادم میرسد. ما که افتخار همکاری با استاد داشتیم، هر صبح پیشتر از همه هر یک دفتر کاری اتفاق نویسندگان را به نرمی میکوفتند و وارد میشدند و احوالپرسی میکردند و با یک سخنی خوش و نیک حتما طبع ما را بالیده میگرداندند و دل ما را به کار گرم میکردند و تا بیگاه همان روز ما واقعا خوش میگذشت. بسیار دلگرمانه و خوب پرنیرو کار میکردیم و صد افسوس که امروز به ما همه چیز نمیرسد.
ҷои устод Гулназар барои ҳамеша холист ва ҷои он касро ҳаргиз пур карда намешавад. иттифоқи нависандагони Тоҷикистон яке аз созмонҳои бузургтарини эҷодӣ аст ки шукр қариб 500 нафар аъзои барҳаёт дорад. лекин вақте ки дар бораи аъзои фаъол, аъзои масъулиятшинос, аъзои ҳунарманд, аъзои باحوصله میگوییم همیشه چند نفر انگشتشمار به یاد میآیند و یکی از آنها استاد گلنظر است. ما سالهایی که روزنامه‌نگار بودیم ایشان رو با شعرهایشان، با نخستین کتابهایشان، رسم سربازی، دسترخوان و شعرهای بسیار زیبایشان میشناختیم و البته اینو در یک دوره به میدان ادبیات آمدن که گلنظر، سیدعلی معمور، رخسار و با شاعران همسین سال اینا که یک دوره اوجی شعر نوین تاجیک بود. استاد گلنظرکلدی را نه تنها همچون شاعر باید ما همچون نویسنده، همچون سرودنویس، همچون فیلمنامه نویس، همچون یک منقد برجسته شناخته توانیم از روی آن چیزی که به ما میراث گذاشتند. استاد گلنظر رو ما که همچون شاعری توانا میشناسیم، همچون مؤلف سرودی ملی میشناسیم، اما استاد هم در نثر حکایه های بسیار خوب نوشتند، هم در مثلا فیلمنامه نویسی از روی فیلمنامه های ایشان کینوستودیوی ما فیلم های خوب گرفتند، هم در ادبیات کودک نیز بسیار موفق هستند و هر که حکایه می نویسند، شعر می نویسند یا فیلمنامه می نویسند یا لیبرتو می نویسند یا دیگر چی، همیشه موفق میشن. امروز دالان‌های این بنا تا هنوز با رفتن استاد گلنظرکلدی باور ندارند، چون استاد هر روز ده‌ها مرتبه به این دالان از پشت کار می‌گذشت و همیشه در فکر نوآوری در ادبیات ملت تاجیک بود. شب و روز غم ادبیات رو می‌خوردم، غم سالمی سخنی بده، غم پاکیزگی و سرگی شعر، خب غم پاکیزگی زبان تاجیکی. و من همیشه در فکر این بودم که چی باید کرد تا ادبیات ما به یک مرحله تازه رشد وارد شود. یک خصوصیت فرق کننده، یک خصلتی بسیار خوبی استاد گلنظر همین بود که با ایجاد ادیبان این جوان توجه بسیار مخصوص ظاهر میکردند. ما بارها شاهد بودیم که اگر از یک نشریه ادبی یک شعری که یگان نوقلم یا یک حکایه یا حتی یک مقاله لوحه میخوندند بسیار شادی میکردند، گوگل میشکفتند و حتما همین شادمانی خود را با همون ادبی جوان با یک صمیمیتی بسیار عجیب اظهار می‌داشتند تا دل او با آینده، با ادبیات و سخن گرم باشد. شخصیتی هستند که فقط نیکخواهی است، اندیشه‌شان و خصوصا ادیبان جوان برای پیشرفت و مثلا چیشان سهم بارز دارند. من میگم به واسطه هم که باشد یا با واسطه هم که باشد، جوانا به شعرشان نظر یعنی چی دارن، پیروی دارن و من اینا در شعر جوانا بسیار روشن میبینم. و این خود از چی است؟ یعنی که در زندگی یک ایجادکاری باشه که سرآزاد به یگان مثلا دعوا سهم بارز در ادبیات داشته باشه، از تو پیروی کنن، یعنی تو همچون شخصیت و همچون شاعر احترام گذارن، لیکن یگان مایه مثلا افتخار یگان غرور نباشد. انا استاد گلنظر از همین نوع شخصیت.
استاد گلنظرکلدی بزرگترین ادیب و خاکسارترین انسان بودند. با همه به نظر نیک نگاه میکردند، با همه یک خیل مناسبت میکردند، فرق در بین انسان ها نمیگذاشتند. شاعر میگوید چی کرده ایم عزیزان در این جهان که هر که رفت دیگر نزد ما نمی آید. استاد گلنظرکلدی قریب نصف حیات خود را در آن همین بنا سپری کرده است. یعنی با اطمینان گفته میتوانیم که اینجا قدم جای اوست.